در ناحیه دیوشتیج با افتخاری صنایع فرخنده و ملی از جمله 35 سالگی استقلالیت دولتی کشور کارهای آبادانی و سازندگی وسعت دارد. در ناحیه بنیاد و به استفاده دهی 252 انشاءات جشنی از قبیل کردگستان و دبستان، خانه و بنگاه‌های سلامتی، خطای نوی استحصالی، مرکز سودا و خدمترسانی، کشیدن خط آبی نوشاکی و پالیزی و تعمیر و تجدید راه‌ها به نقشه گرفته شده. با توجه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، مقامات محلی و دست جمعی ساکنان، انشاءات گوناگون اجتماعی بنیاد می‌گردد. در جماعت دهاتی موجود با دستگیری مقامات محلی و سهمی ساکنان و صاحبکاران، سال جاری منفرش‌کنی راه‌ها عملی گردیده. بنیاد 57 انشاءات امروز جریان دارد. از جمله با دستگیری مقامات محلی و دست جمعی ساکنان، بنیاد بینای علاوگی مؤسسه تعلیمی رقم 48 با مرام ادامه دارد. بینای نوی مؤسسه تعلیمی از 3 آشانه عبارت بوده، در آن 14 صنفخانه جای داده شده است و برای تدریس 320 خواننده پیش بینی گردیده است. بینای کهنه مکتب در قرن گذشته بنیاد یافته، بنابر سبب زیاد گشتن اهالی ضرورت ساختمانی بینای علاوگی به میان آمد. مکتب میانه عمومی این 48 دهه موجود ناحیه دیوشتیج حاضر به 885 خواننده داریم. این بود شود دوست مینه به همه بچه‌ها میرسه. ماه دکبر کار دوام داد است. من استاد کار کرد استادیان. آینده سال تحصیل 2024 ماه سپتامبر همین مکتب نو به تحصیل سر میکنیم. همه کارهای آبادانی و بنیادکاری در پرتو هدایت‌های نیکی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عملی گردیده. هدف باز هم بهتر نمودن نیکی و احوالی مردم، بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم در ساحه معارف و دانش و ملکه خوانندگان به حساب می رود. در ناحیه دیوشتیج با برابری بنیاد انشاءات ساحه معارف با مطابق سازی آن به طلبات زمانی معاصر نیز توجه ضروری روانه کرده می شود. با دستگیری مخصوصا اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت ولایت سوخت یکجایی مقامات اجرایی حکومت ناحیه سال به سال افزایش بعضی ماده تکنیکی ساحه معارف در ناحیه دیوشتیج افزوده ایستاده است. در جماعت دهاتی راسترو دهه خشکت 8 صنفخانه علاوگی با دستگیری وزارت معارف علمی تاجیکستان و 8 صنفخانه علاوگی با دهه دلیان و 4 صنفخانه علاوگی از طرف مقامات اجرایی حکومت ولایت سوخت ساخته به استفاده داده شد. خصوصا با دستگیری پدر و مادران و صاحبکاران بعضی جماعت ها به دهه موجون جماعت دهاتی موجون به 14 صنفخانه علاوگی با دستگیری مردم ساخته به استفاده داده ایستاده است که این هم یک دستاوردهای ساحه معارف می باشد. در ناحیه دیوشتیج 77 مؤسسه تعلیمی و تربیوی فعالیت داشته، عین زمان ساختمان و بنیاد صنفخانه و تالار ورزشی و دیگر انشاءات یاری رسان در نزد 10 مؤسسه تعلیمی جریان دارد. ناحیه دیوشتیج با دستگیری و توجه خاصه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آباد و زیبا گردیده، در برابر مقامات اجرایی حاکمیت دولتی محلی، صاحبکاران و سخاوتمندان و ساکنانش برای رشد ساحه‌های خواجگی خلق سهم خود را می‌گذارند.